صحبت من با خانماییه که با مرد متأهل میرن تو رابطه. کثافت عوضی آدم باش. واقعا هدفت چیه؟ هدفت اگه عشقه که تو نفر سوم اون رابطه هستی و تهش یه زاپاس و گذر موقتی. اگه هدفت فقط پوله که تو یه بیزنسی هستی و تو خیابونم واسه زیاده و دیگه نیازی هم نیست زندگی کسی رو خراب کنی. و یا اگه هدفت نیاز جنسیه که این شهر پر مرداییه که چیزشون بدون صاحبه، یکیشو به دست بیار، اون موقع تنها مالک چیزش هم تو میشی و قبل تو هم کسی دهنیش نکرده. آره، چون بعضیا بددلن وسواس دارن. بعد هرچی پیش میاد میگن مردا خیانت کنن. آره، مرد خیانتکار کثافت هست، ولی مرد با مرد که به زن خیانت نمیکنه. حالا او باجناق باز استثنا، مرد با زن به زن خیانت میکنه. تازه زن بیشتر مقصره چون به هم نوش خیانت کرده. آره، مردم هست به زن.